اگه سمت شمال اومده باشین احتمالاً ترکیب میرزا قاسمی رو با سیر تازه و ماهی سرخ کرده و برنج و اینا امتحان کردین، میدونین چقدر خوشمزه است. بادمجونا رو چند تا سوراخ روش میزنیم که بهتر پخته بشه. میذاریم روی گاز که اگه زغال باشه خیلی بهتره تا کباب بشه. چند تا دونه گوجه هم من همیشه بهش اضافه میکنم، اونا هم دقیقاً سوراخ میکنم و میذارم که کبابی بشه. تا داغ بادمجونا رو میذاریم توی پلاستیک که عرق کنه و اینطوری پوستش راحت جدا بشه. حالا بادمجون و سیر و گوجه رو که پوست گرفتیم ریز و ساتوری خوردشون میکنیم. تو قابلممون روغن میریزیم تا گرم بشه، بعد سیر رو یک کوچولو تفت میدیم عطرش بلند شه، یکم زردچوبه، بعد بادمجونای ساتوری شده یکم که با روغن و سیر سرخ شدن گوجه هم بهش اضافه میکنیم. البته بعضیا نمیریزن. بعد نمک و فلفل هم بهش بزنید و درش رو بذارید با همین آب گوجه یه ذره بپزه تا مزه ها به خورده هم برن. تو همین مرحله تخم مرغم تو میرزا قاسمی میشکنن و هم میزنن تا کامل بپزه. من جدا درستش کردم، میخواستم که مجلسی تر باشه. ماهی هم بهش نمک و فلفل و زردچوبه زدم، تو روغن داغ سرخشون کردم. حالا برنج و میرزا قاسمی و ماهی و با زیتون و ترشی و سیر تازه یا هر چیزی که دوست دارید نوش جان کنید.